باز فریاد بلوغ خانم توی حیاط دنگال میپیچد. امان آقا کمربند پهن چرمی را کشیده است به جانش. هنوز آفتاب سر نزده است. با شتاب از تو رخت خواب میپرم و از اتاق میزنم بیرون. مادرم تازه کتری را گذاشته است رو شراب. تاریک روشن است. هوا سرد است. ناله بلوغ خانم حیاط را پر کرده است. نفرین و ناله میکند. مرده ها و زنده های امان آقا را زیر و رو میکند. بعد یکهو در اتاق به شدت باز میشود و بلوغ خانم پرت میشود بیرون. چند تا از همسایه ها جلو اتاقهاشان ایستادند و دستها را روی سینه ها گره کردند. تمام تن بلوغ خانم پیداست. یقین باز تونیکه نپوشیده است. یک بار که تو کبوترخانه بودم و نمیدانست که تو کبوترخانه هستم به زنها گفت کش تونیکه به کمر آدم جا میندازه و تازه اینطور بهتره. آدم همیشه حاضر به یراقه. امان آقا از اتاق هجوم میآورد بیرون و بلوغ خانم را میکوبد. من حوض وسط حیاط را که خزه بسته است دور میزنم و میروم کنار کبوترخانه میستم و بلوغ خانم را نگاه میکنم که نفرین میکند و زیر تسمه پیچ و تاب میکند. تسمه روی رانهای بلوغ خانم جا انداخته است. چند روز قبل که توی پله‌های پشت بام نشسته بودم و بادبادکم را درست میکردم، بلوغ خانم اومد به یک پله بالاتر از من نشست و دامنش را جمع کرد و بالا کشید. روی رانهای چاق بلوغ خانم جای کبود تسمه بود. بهش گفتم بلوغ خانم چرا امان آقا این همه تو رو کتک میزنه؟ خندید و گفت واسه اینکه خیلی نامرده. ازش پرسیدم یعنی چی که خیلی نامرده؟ گفت تو هنوز این چیزا سرت نمیشه. و بعد باز دامنش را بالاتر کشید و من بادبادکم را رها کردم و به رانهایش نگاه کردم که چاق بود و به هم چسبیده بود و جا به پهنای کمربند امان آقا روی رانهایش خط کبود نشسته بود. بلوغ خانم گفت به چی نگاه میکنی؟ گفتم به جای تسمه، که قشقش خندید. ازش پرسیدم درد میکنه؟ گفت حالا نه. گفتم حتی یه ذره؟ گفت دست بذار ببین. قلبم میزد. بیخ گلویم خوش شده بود. دستم میلرزید. انگار که رعشه گرفته بودم. دستم را که کشیدم روی جای تسمه یکو تنم داغ شد. دستم را پس کشیدم. بلوغ خانم گفت نه ترس، درد نمیکنه. و دامنش را کشید بالاتر و باز گفت اینجا رو نگاه کن. امان آقا اصلا رحم ندارد. باز دست کشیدم. دستش را گذاشت روی دستم و فشار داد. زانوهایم میلرزید. آب دهانم غلیظ شد. دستم را کشید بالاتر. پوستش چه صاف بود، عینه سنگ مرمر.